که بیکار پوشتی محمد علی بای محمد علی بای تو شاعری دور هستی بله ها در دهه های دور و نزدیک اووزت پاهم گشته است همه تعریفت رو میکنند میگویم که محمد علی بای شاعری شیرین سخن مشا خوشاوار و معرکه ها رو میبوشد میگویم همینطور بله اینطور باشد پگاه باز همه صف و جمع میشویم باز ما صحبت ما را ادامه میدیم دیروز از رمه یک گوسفندی چاری آوردن سر زدم مزه میکنه تا محمد علی جان بهترش از سفر بیسار کرده و کمتر با ما نقل کن من اصلا برای همین به نزد شما آمدم توفه مرا با بیگ رساندی یا نه؟ رسانده شای مردم قول خیلی هم خرسند شدن و وعده دادن که همین که گذرشان به وادی غازی ملک افتد حتما به کلبه شما مهمان میشوند همین تر گفتند والله خدا شاهد است محمد علی مرا هم فراموش نکن لبیک من راستگه این دفعه با بیکم چیزی روان کرده نتوانستم باز مبادا بیکم از من نرنجیده باشه ای ملا سفر تو بسیار هوشیار و زیرک هستی چای و چطور دلی بیک را به دست آورده ای من تا حالا حیرانم تقصیرم من چیزی را نفهمیدم شادیانه برار چی؟ و بختش تاف و نزدیک خدا خواهد نصیب باشد بیک را به حصار شادمان و کار دعوت مبارک شود ایالت روبین خدمت میکنه تقصیرم با مبارک شود تقصیرم میشنوید کی رو؟ این کسی یکی از پیروان شماست کی؟ همین آواز؟ بله این پیرو نه شاگرد تقصیرم من این خیر شاگرد را به آقل توزه کنی راه نمیدی این طور رگوی تقصیرم کریم آمد شاعری حقیقی است شنیدن این گونجیش که بچه باز آچه چک نشان کریم آمد از کی باز این دیوانه خدا ناشناس باز اما که تو شده است گوش کن همین امکت رو با نزد ما گرفتن ما همراهش کمی وقت خوشی کنه چی گفتی عبدالمومن بای؟ مهلش بیاید آمد جو هوشیار شوید باز با یگون گپی خنو با یگون گپی بیکا دلی وی دیوانه رو نرنجانه خوب شد همراهی وی تنها منو عبدالمومن بای هم صحبت میشه خب شما فقط گفته های ما رو تصدیق کنید و بس مولا سفر جامعت رو کجده بمانده دسته جامعه رو برای چی؟ و با کریم دیوان نمیدهیم نه مولا سفر نه مولا سفر مولا سفر خسیس نشو من از این خیلی جامعه و جیلک ها و تو 10 تاشون توفه نکنم نه تقصیرم این تبرکی است قبل سر خسیسی نه پس در چیست؟ آخه همین خیلی یک چیزی تبرک رو و یک دیوانه خود داده کارزار کرده گشته خونده نه تقصیرم مولا سفر و شما به نزدیکی بهی سار نره و در اونجا این خیلی جامعه رو پوشیده گشتن ای بس مولا سفر بابا این خیلی جامعه رو پوشد ما نیست وای در تمام عمرش یگون مرتبه این خیلی باز اینم نپوشیده است السلام علیکم بیاین عبدالکریم جان خوش آمدن نوری دیده تاج سر شما تگی چندین روز باز را منتظر بوده مرحمت از بالا گذر
مرحبا خوش آمده خوش آمده من با بالا گذاشته در روی کرپچه های ملایم نشستن را عادت نکردم. در روی کرپچه های ملایم خودم را بد حس میکنم. بردار کرپچه ای عبدالکریم خیلی صحیح است. در خاندان من مرحمت هرچی فرموده اجرا کردیم. از بالا شد آمدم بالا گذار خوش آمدن عبدالکریم جان خوش آمدن عبدالکریم جان نور دیده تایسته آفرین روش عبدالکریم جان احوالت چطور؟ بد نه. عبدالکریم جان راستی گپ گویم همین دسترخوان پرناز و نعمت را من و عبدالمومن بای به شرافتی آمدن تو آراسته. مرحمت بگیر بخور با شرافت من بله عجایب. او چه جای تعجب اما برای شما باز یک جامعه زرباب هم تیار کردم. بله. بگیر بپوش نصیبت کنم زیبیده است عبدالکریم. نمیفهمم شمایان از من چی میخواهید؟ ما میخواهیم که شما هم آدم بری زندگی کنید، دیگر آواره‌گردی و دربدری نکنید عبدالکریم جان. یعنی در تصورات شما مگر من آدم نیستم؟ یا شمایان گمان میکنید که همین جامعه علوچه حیات فقیرانه مرا برهم زده مرا از راه پیش گرفته میگرداند؟ خدا نگه دارد عبدالکریم چی ها گفته ایستاده ای؟ عبدالکریم جان راستی گپ را گویم ما به تو یک مصلحتی خوب دادنی هست. یعنی که تو باید از همین قشلاقمان برآمده روی. بله و برای چی؟ برای آن که در اینجا نامد به دیوانگی برآمد. بله راست میگوی. آفرین به غمخواریتان. اگر نروم چی؟ اختیارا ما به تو فقط یک مصلحت دادیم عبدالکریم جان. خیر اگر رفتن نخواهی پس بیا کار کن. بله ما به تو کمی زمین هم میدیم. مرحمت ما در خدمت تو تیار. مرحمت گندم تخمی هم میدیم. بله لیکن عبدالکریم جان تو همین شیرت را بس کن. بس راست عبدالکریم تو آدمی به عقل یک گبدان خوشفهم هستی ولی که نمیگه شعرهای بیهوده رو گفته خودت رو در نزد آدمان خیره کرده گشتن چی در کاره؟ انا تگی گپ چی بوده است؟ یعنی شمایان میخواهید که من دیگر شعرهای نجدار نگویم؟ چی لازم؟ از این میبراید که شعرهای من به شمایان تاثیر میکرده است. پس من راه درست را پیش گرفتم. عبدالکریم جان ملال نشو. همین جامعه رو بگیر نصیبت کنه. جامعه هم به من لازم نیست. با خوشخوری و خوشپوشی شمایان عادت کرده اید. دل من میل این زیب و زینت ها را ندارد. کریم بگیر بعد پشیمان میشه. این جامعه 10 تنگه میسته. بله. تو با 10 تنگه یک جوبال گندم باز کمی گوشت و روغن و برنج هم خریده میتوانی. بگیر جامعه. عبدالکریم جان گیر. اگر خواهی این رو با 10 تنگه بفروش. ما عموما ملال نمیشیم. ما راضی گیر. مقصد شمایان به من معلوم. شمایان خود را به من دوست و همنشین نشان داده میخواهید مرا بدام افتانید. خطا میکنید. دام خطا تو چی ها میگو عبدالکریم جان؟ اما تو رو همچنان آشنای دیرینه حرمت کرده. انا کم بغلیت رو به نظر گرفته او با تو نیکی کردن خواسته. عبدالمومن بای راست میگه. گیر جامعه را گیر. درست. لیکن تگی گپ تماما دیگر است. مومن بای و محمد علی اشقر نقشه درازی کشیده در این باره چقدر فکر کرده برآمدند که اگر من کریم دیوانه به گپشون درآیم و زمین رو گیرم فردا مجبور میشوم که برزگاه‌های جفتی طلبم. پس فردا یک به 5 غله تخمی طلبم.
و با همین راه ها غلام شوم. نادان نادان از دست چیز کار هم میآید. چیز کار میآمد؟ کنی گمزن چیز کار میکردی؟ شاید از دست من هیچ کار ناید، لیکن نوکت باری دیگر من فهمیدم که شمایان از شعرهای من میترسید. ابی امان اینقدر محمدانه نکن، شعر میگفته است. تو حالا چی بودن شعر رو صرفم نمیگه فهمو؟ شاعر انا محمد علی اشقر بوی، ولی تو حقیقت که دیوانه ای فهمو؟ آفرین مومین بای. راستش رو گویم از هیچ یک جادوگر کمی نداره. ظاهرا خود را به من دوست و همنشین می‌یابه. عبدالکریم گفته حرمت میکنه، بلکه جامه هم پوشانده شده. لیکن این لطف و مرحمت های شما نه صوفی عالم افروز است، بلکه عالم سوز بودنش هم از آینه روشن‌تر است. اوج گرفت. این خنده های شما خنده نیست، بلکه بر کسب جان فقیران چون گرگان درنده دندان تیز کردن است. شمایان چون مگسان پابند شربت شده اید. مگسان هم از پی شیرینی شده عاقبت به هلاکت میرسند. با این مکر و فریب کریم دیوانه را به دام افکندن شما مشکل است. از این دام ها فقیران بسیار رمیدند. با پایهای زاغین خود رفتار طاووسی میخواهید. چراغ فکر کریم تا به این مکر و فریب را ندارد. وی را خریده نمی شود. جامعتان را خودتان پوشید او به شمایان میزیبد. اگر من این جامعه را پوشیدم به قشلاق روم، خلق قشلاق به من خندیده میگویند خر همان خر و ترکمش دیگر شد. ولی اگر این جامعه را پوشیده به خر سوار شوم، خر هم اور کرده از من میرنجد. امک جون شما باید همه روید. به حالی ما در آمده سلام رو به مادرم رسانید. البته دعا و سلامت را میرسانم عبدالمجید. امک جون باز به وی هم سلام رسانید. با کی؟ وی امک جون انا این کلوله های چای و قوطی گوگید رو به مادرم میدهید. البته برده میدیم عبدالمجید. صبر کنید امک جون. انا این صابون خوشبویی رو از نام من به وی هدیه کنید. اوه وی نام دارد؟ نام دارد، نامی زیبا دارد. مالش پسرم، نامش را عزیز دار، پنهان دار. من البته وی را پیدا میکنم و توفد را میدهم. تشکر امک جان. خیر خداحافظ. خیر. خدایا توبه، این دیوانه به خط سواد این قدر گپ‌های روان رو از کجا می‌آورد که به کس اینقدر تأثیر می‌رسد؟ به دیوانه هیچ کس گپ یاد نمیدهد. دیوانه دوستی خداست. هر آن چیزی که باید به دهانش گفتن میگیرد. فهمیدی؟ لیکن این کریم نادان نه. او را دیوانه نفیم داره. همه چیز را حس میکنم و همه چیز را خوب میفهمم. تقصیرم او را همین خیلی به جزا ماندن خوب نیست. جزا دادن در کار، جزای شرعی دادن در کار. اگر تقصیرم اجازه دهد من حاضر او را. شما به وی دست نرسونید. آخر وی انسانی دلستاف و پاک وجدان است. سگروی مردار در حالی من چکار میکنی؟ من اینجا به اختیار خودم نامدم. مرا استادم ملا سفرم روی خودشان آوردم. ملا سفر؟ بیهوده خورد ندهید. عبدالمجید های کمی قدر وقتی که من برای چشم خط سواد برآوردن تو صرف کردم، تو منو در نزد عبدالمجید محمدعلی شرمنده کردی. تقصیرم. آخر شما خودتون به من پند دادید که شاعران بزرگ را دوست دارم و حمایت کنم. و بله، و شاعرانی بزرگ را هم با تو باشی یک دیوانه کنارشناس را دستگیری میکنی. برای چی؟ من کریم امک را نه تنها طرفگیری میکنم، بلکه او را شاعری حقیقت پرست میشمارم و در نزد بزرگی شعرهایش سجده میکنم.
زانی من است این همه ظلمت سرای تو شود آخر خراب این همه ظلمت سرای تو شود آخر خراب وحشتی سیلی بلا عذابی چشمانی من است وحشتی سیلی بلا عذابی چشمانی من است نیز جز از کلفت و غم هر کجا رو آورم همچو توتی در قفس این دور زندانی من است تا بکی شهد و شکر پاره از دست در خانی تو مهنتی زار و زهار و آردی جوانانی من است دور مهرانی ادو امروز دورانی تو است میشود فردا بدان فرداش دورانی من است فرداش دورانی من است بس این شعر نه و بلکه سبخته است با شعر باید بس بیون بس بهار گل بلبل ای شیشرت رو در بر گیرد فهمیدی چنانه که شعرهای محمد علی آن رو درست هره عبدالمجید گمان نداشتم که شاگردم احمق میبرد و شعرهای احمقانه را از بر میکند اگر خواهی که در آینده من با تو سبق آموزم تو شعرهای دیوانه خدا ناشناس رو نه شعرهای شکربار محمد علی را از بر کن فهمیدی؟ فهمیدی؟ عبدالمجید کریم شاعرانه سخن میراند شاعرانه جوابش را یافته ما تو محبوطش کردن در کار پس من هم شاعرم و شاعرانه جواب گردانده میتوانم خودی حاضر رفته آن دیوانه رو میابم و شاعرانه بابش میکنم فهمیدی؟ ملا سفر همراه من میروی خوب شده است از پارو زین زنه از پارو زین زنه زین زنه از پارو هایکو من داغم یار دوست هی الا یاره هی من داغم یار دوست گندم وکی خد روی درام کردومه این یارکی خرا دوری خبر میکردمه این یارکی را دوری خبر داری در پشت و یا لها درو میکردم ای من داغم یار دوست کریم آمد میآید راضیه در خانه بود جای خوبی راضیه در خالی کفتر خانه بود نالی کفشش یک وجب هجوم از جانان مویهای انبرینش بین هر دو شانه بود در حقی آن راضیه عبدالکریم دیوانه بود در حقی آن راضیه عبدالکریم دیوانه بود مانده نباشید کریم عاشق شده ای چی بلا صاحب نظر گپ زن تو یک آدمی بافهم هستی برای چی مرا دیوانه میگویم ای عبدالکریم او برای آن که تو در حق بایها و املاکداران شعرهای تنقیدی میخوانی انا برای همین کریم جان
تو رنگ ما یک آدمی کمبغلی بیایم از پس کمبغلی بیچارگی شو با آنها کاردار نشم. بابای صوفی راست میگوید. بابای صوفی راست میگوید. مرحمت صوفی. او کریم جون راستی گپ با خودی من هم معقول نیست وقتی بایها تو رو دیده بود دیوانه میگویم. آیا این به تو ملال نمیرسد؟ کریم جون همچون یک درویش میگردی. من درویش نبودم و نمیشوم. من درویش نیستم. صاحب نظر من شنیدم که تو برای یولداش اسب خریدی. من برای یولداشان یک اسب زور لقایی خریدم. چون که سالهای سال خودم هم آرزو داشتم که چونین اسب داشته باشم. پس به آرزویت رسیدی. به آرزویش رسید و لیکن کم ترک گرفت. چی شد؟ مگر وی را دزدان غارت کردند؟ یک روز به نزد من اولادداری وادی ما رحمان بیگی جان آمده بود. او اسب مرا دیدن زمان یک تبسم کرد و های پایلوش اسب را حق عدد در یکم میخبند و خودت دست را گفت. از همان روز اعتبارا اسب را از آن خود کردن. از دست این ظالمان ما چی جفاهایی که نکشیده ایم. اینم خانه اشان رو تشکیده. سوزم خالق نظر باز شمایان میگوید که در وصف املاکداران شعرهای تنقیدی نگویم. این را یقین دانید که از آنها هیچ بوی نیکی نمی آید و جز طلب و تاراج کردن خلق ستمکش. یولداش گوش کن پسرم، وقتی کلان میشوی تو اسب اولین خود را فراموش نکن. دنیا یک حیات همینطور نمیماند. این ظالمان بودن گذشتن و این هایش هم میگذرد پسرم. امان جون حالی من هم به آردم رو میارم. کریم جون تو شعرنویسیت رو بر ضد این ظالمان دوام دادنگی. ما کم بغلان و غیرت شعرهای تو دیگر چیزی هم نداریم. اما کی صاحب نظر در ریش فش جانمه ناصبران بودستی شوخی کردم. من گفتنی بودم که اما از شعرهای کریم